درود به کانال TCS خوش آمدید. در آمریکا تا یک هواپیما بتواند خود را در نیروی هوایی نشان دهد، باید پروسه متفاوتی را طی کند تا وارد نیروی هوایی آمریکا شود. کشورهای دیگر برای استفاده یک هواپیما باید هواپیما چندین مرحله را رد کند و در چند مأموریت شرکت کند. اگه خوب عمل کرد در نیروی هوایی خدمت خواهند کرد. اما این پروسه در نیروی هوایی آمریکا فرق می کند. یک هواپیما در آمریکا باید اول خود را در نیروی دریایی موفق نشان دهد تا یک هواپیما باشد که بتواند چندین سال را در نیروی هوایی و دریایی بماند و استفاده شود. موضوع ویدیو امروز ما درباره جنگنده F-15 است. با اینکه این هواپیما رقبای زیادی دارد و حتی از او پیشرفته تر هستند، باز هم در نیروی هوایی و دریایی آمریکا در حال خدمت است. همرزم‌های این عقاب F-35 و F-22 است و با این حال بیشتر از این هواپیما استفاده می شود. ایگل F-15 یا عقاب F-15 جنگنده تک سرنشین است. این نکته را هم بگویم که این هواپیما در اوایل ساخت تک سرنشین بود و هواپیمای کنونی 2 سرنشین دارد. این جنگنده برای برتری هوایی به سفارش دولت آمریکا برای نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا و گارد ملی هوایی طراحی شد و ساخته شده است. این هواپیما را شرکت مکدانل داگلاس که اکنون بخشی از شرکت بوئینگ است می ساخت. F-15 جنگنده اصلی آمریکایی برای مراقبت از مرزهای هوایی این کشور است. از خاصیت‌های خیلی جالب این هواپیما رادار تشخیص دوست از دشمن است. اولین پرواز این جنگنده در سال 1972 بوده و در سال 1976 معرفی شد و به خدمت گرفته شد. هواپیمای F-15 دارای 2 موتور در 2 غلاف از هم جدا و 2 سکان عمودی است. موتور قدرتمند توربوفن با قدرت 29000 پوند کشش یا 13154 کیلوگرم کشش را داراست. البته باید بدانید که این ثبت از کشش در اوجگیری و شتاب بوده. موتور این هواپیما موتور خاصی در زمان خود بوده و حاصل مطالعه و بررسی‌های رایانه‌ای و انجام آزمایش‌های تونل باد بوده و نیز استفاده از سطوح فرامین پروازی قوی که قابلیت پرواز را در این هواپیمای خارق‌العاده ساخته است. همچنین استفاده از سامانه هوایی دیجیتال و نصب یک رادار با برد بلند حدود 160 کیلومتر در F-15 و به کارگیری آخرین نوع رادار برد متوسط و استفاده از موشک‌های هوا به هوای اسپارو و کوتاه برد حرارتیاب سایدوایندر است. سلاح ثابت جنگنده یک توپ 20 میلیمتری است که 6 لول گاتلینگ است و دارای 920 گلوله است. قرار بود یک توپ 25 میلیمتری گاتلینگ روی F-15 نصب شود، ولی این برنامه در سال 1973 لغو شد. همچنین 4 جایگاه در کنار ورودی هوا در زیر بدنه 2 عدد در هر طرف قرار دارد که می تواند تا 4 موشک اسپارو را حمل کند و دارای یک جایگاه جنگ افزاری 3 تیره در زیر بال است که توان حمل 2 موشک سایند وندر را زیر هر بال و در مجموع 4 عدد را داراست.
در تیره مرکزی جایگاه زیر بال یک مخزن سوخت را حمل می کند. بدنه هواپیما 37% آلومینیومی، 25% تیتانیوم و 5.5% فولاد تشکیل شده و مابقی از مواد کامپوزیتی است. طول این جنگنده 19 متر و 33 سانتی متر است. پهنای بال 13 متر و 6 متر است و ارتفاعش 5 متر و 63 سانتی متر و مساحت بال این هواپیما 56.5 متر مربع می باشد. وزن خالی این هواپیما 12,701 کیلوگرم می باشد. وزن بارگیری هواپیما 20,185 کیلوگرم. بیشینه وزن برخاست هواپیما 30,844 کیلوگرم است. گنجایش سوخت این هواپیما 6,103 کیلوگرم است. سرعت این هواپیما در ارتفاعات بالا به 2655 کیلومتر بر ساعت یا 2.5 ماخ می رسد. سرعتش در دریا به 1482 کیلومتر بر ساعت یا 1.2 ماخ می رسد. سقف پروازی هواپیما 20,000 متر است. نرخ اوجگیری 346 متر بر ثانیه و شعاع مبارزه 1965 می باشد. هزینه ساخت این هواپیما 28 میلیون دلار تا 30 میلیون دلار است و قیمت این هواپیما 93 میلیون دلار می باشد. می توانید در جدول خریداران و کاربران هواپیمای F-15 را مشاهده کنید. نخستین شکار موفق این جنگنده در سال 1979 توسط خلبان نیروی هوایی اسرائیل صورت گرفت. طی عملیات اپرا در جنگ ایران و عراق که علیه تأسیسات اتمی عراق صورت گرفت نیز F-15 ها وظیفه اسکورت سایر هواپیماهای اسرائیلی را بر عهده داشتند. ممنون از اینکه ویدیو ما رو تا آخر تماشا کردید. خدایا رو نگهدارتون.